بازدید باغ بعدی و نکته باغ. عزیزان گل، باغاتون رو نگاه کنید. این همه بارون زد دیگه، شما آبی تو باغ میبینید؟ کوچه ها یه خط در میون، همشون زکش دارن. این همه بارون بارید، نگاه کنید زکشی که میگم، نگاه کنید تا کجای منه. زکشی میگم حداقل باید 1 متر باشه، 80 سان باشه. به خاطر این دارم میگم. نگاه کن این کوچه رو زکش زدیم، اینو نزدیم. کوچه بعدی به همین شکل زکش داره و تمام. این باغو ما کاشست زدیم. نگاه کنید درخت رو نگاه کنید، درخت مریضیه. نگاه کنید دیگه از برگ و نگاه کنید تنه درخت نگاه کنید. این درخت مریضیه، ولی محصول درخت رو نگاه کنید. درختیه که باغی که کاشست خورده. این درخت با این برگ، با این قارچ، با این مریضی، میوهشو نگاه کنید. میوه درخت رو نگاه کنید. دور این باغ کاشست خورد. میوه ها همه یه قالب. میوه باغ رو نگاه کنید. میوه خوش سایز. اینم از این درخت ها همه مریضه. این باغ زکش نداشت، 3 سال الان زکش زده. درخت کم کم داره خودشو. این درخت ها رو ما گفتیم عوض کنن، حالا صاحب باغ گفت که بذار باشه ببینیم چی میشه. ولی کلا لابلا درخت های جدید کاشتن، بهشون گفتیم لابلا درخت های 3 ساله. بار درخت رو نگاه کنید. اینم از تونل باغ و زیبایی باغ.